با عرض سلام و وقت بخیر هواداران و علاقمندان به ورزش‌های سنتی ملی تاجیکان، گزارش ما از جریان رقابت‌های پایگاه اسب دوانی که بخشیده به جشن نوروز بین المللی در مؤسسه دولتی نوروزگاه شهر دوشنبه برای دریافت جام رئیس شهر دوشنبه برگزار می‌گردد. منظور شما می‌گردد این مسابقات در اساس قرار رئیس شهر دوشنبه محترم رستم مالی از 16 مارس سال 2022 تحت رقم 111 بخشیده به تجلیل بین المللی نوروز در شهر دوشنبه مسابقه کشادی پایگاه اسب دوانی برای دریافت جام رئیس شهر دوشنبه برگزار خواهد شد و مقصد از گذراندن چهارمین مذکور تجلیل سزاوار جشن بین المللی نوروز، ترغیب و تشویق و رشد و رونق ورزش اسب دوانی در کشور، همچنین فراهم آوردن امکانات فراغتی و استراحتی و تامین عمومیت ورزش و سالمگردانی مردم به شمار می رود. به همین ترتیب پایگاه اول اسب‌های دو ساله ذات آمیخته را با هم تماشا خواهیم کرد. دوستان عزیز، در پایگاه اول 14 اسب نامنویس شده است که در مسافه 1200 متر هنرنمایی می کنند. این اسب‌های بادپا و تیزرو با شماره 1 ابریشم، با شماره 2 سنتوریون، با شماره 3 اوراق، با شماره 4 راگس، با شماره 5 سربرینی، با شماره 6 ادیرچه، با شماره 7 انگت، با شماره 8 بنات، با شماره 9 برشین، با شماره 10 پولیا، با شماره 11 الماس، با شماره 12 کسب، با شماره 13 لال و با شماره 14 گلادیاتور هنرنمایی خواهند کرد. چون رقابت های پیش دوستان عزیز در این مسافه مدعیان اوراق، سنتوریون، لال، الماس، گلادیاتور می باشند. به همین ترتیب پایگاه اول قبول می شود. مسافه 1200 متر است دوستان عزیز و این هم همون قسمت آخری همون گردش هست که اسب سواران این مسافه را در حال گشتن هستند و همانطور که مشاهده میکنیم از سمت راست این سنتوریون اسب از حسنزاده رستم هست که در حال تعقیب کردن است. با شماره 2 سنتوریون هم در صف پیش است و به همین ترتیب اوراق نیست در حال رسیدن به آنهایی که در صف هستند 1 و 2 و به همین ترتیب به خط پایانی آن اسبی که با شماره 2 بود تحت هدایت فردوس سلاموف در اینجا میتاخت با زینه اول رسید و اسبی که زینه دوم را اشغال کرد با تخلص لال از عثمان علیف بود و خودی عثمان خان علیف این اسب را اداره میکرد در این مسافه 1200 متر. به همین ترتیب زینه دوم رو لال از آن خود کرد و زینه سوم رو باشد اوراق. این اسبی که بالای آن فردوس سلاموف قرار دارد این سنتوریون از رستم حسنزاده از شهر دوشنبه هست. مربی این اسب فردوس سلاموف است و این هم اسبای دیگری که زینه دوم و سوم رو از آن خود کردند در این مسافه 1200 متر علیف عثمان خان و اونه که اسب با تخلص لال رو اداره میکرد و زینه دوم رو اشغال کرد و اوراق از خواجگی دهقانی میری ناحیه خوالینگ زینه سوم رو از آن خود کرد. به همین ترتیب مسافه که آنها طی کردن یک بار دیگر یادآور میشوم در مدت 1 دقیقه و 23 ثانیه اسب با تخلص سنتریون موقع اول رو اشغال کرد و به همین ترتیب به غالبان توفه های تأسیس نموده مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه همچنین فدراسیون پایگاه و بزکشی جمهوری تاجیکستان تقدیم می‌گردد و فردوس سلاموف مدال طلا تقدیم می‌شود با عثمان خان علیف که لال رو اداره می‌کرد زینه دوم رو گرفت مدال نقره او در مدت 1 دقیقه و 25 ثانیه مسافه 1200 متر رو با لال پیمود و زینه سوم رو باشد اسب با تخلص اوراق از خواجگی دهقانی میر ناحیه خوالین گرفت که منوچهر شراف‌الدینov زینه سوم رو اشغال کرد
و مدال برنجی نصیبی او شد. به همین ترتیب به پایگاه دوم توجه میکنیم دوستان عزیز، جایی که در این پایگاه هم اسب‌های آمیخته هنرنمایی میکنند. اون اسب‌هایی که از ذات آمیخته هستند و تعبیر دورگاه هستند، در مسافت 1200 متر هنرنمایی میکنند و در پایگاه دوم باشد 11 اسب نامنویس شده است. یک بار دیگر یادآور میشم که آنها در تک کاغذ اکنون بر رقابت میپردازند با شماره 1 سیتوره از خواجگی دهقانی بگی جان از شهر راغون است. محمدشاه اسرائیل زاده آن را اداره میکند و خود محمدشاه مربی آن اسب از سیتوره قبلا با تخلص 13 هنرنمایی میکرد. با شماره 2 جاهیل، با شماره 3 زوزده، با شماره 5 سلطان، با شماره 6 بلول، با شماره 7 ارسنال، با شماره 8 از ناحیه رشت از اساسیاسیون از پروران ناحیه رشت از خواجگی دهقانی سید اکبر پیشنهاد شده است. با شماره 9 زلاتوی از سرفراز نجمیدینوف از ناحیه فیض‌آباد است. با شماره 10 شیرخان از قربان علی بدرالدین زاده، با شماره 11 برق از سینو پیروف از ناحیه رودکی. به همین ترتیب این ارسنال بود که نخستین شده مسافه 1200 متر میانی اسب‌های ذات آمیخته پیمود و زینه اول رو اشغال کرد. یادآور میشم که زینه دوم نصیب سیتوره شد. سیتوره که ببینید فاصله‌اش نسبتاً پایین تر است. احتمال میرسد اسبی که با فاصله حدودی 3-4 ثانیه نسبت به سیتوره پیشرفت بود، خون او شاید گرمتر هست. دوستان عزیز، اینک پایگاه دوم واقع رسید. به همین ترتیب پایگاه دوم نیز به پایان می رسد. یک بار دیگر یادآور میشم که نتیجه نشان داده اسب‌های ذات آمیخته در مدت 1 دقیقه و 21 ثانیه ارسنال اسب از فیروز سنگوف از شهر حصار زینه اول رو اشغال کرد که او را انوشیروان محمودوف اداره میکرد و خود انوشیروان محمودوف مربی اسب است. این هم سیتوره که روی تصویر میبینیم در سالهای پیش درخشندگی نشان میداد از خود، این بار هم موقع دوم رو اشغال کرد. سیتوره از ذات‌های آمیخته از ناحیه بلجوان به شهر راغون منتقل شده بود. در خواجگی دهقانی بگی جونی شهر راغون پرورش یافته است. اکنون توفه های مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه که هم از مکافات پولی عبارتند به غالبان تقدیم می شود. سیتوره در اینجا با نتایج 1 دقیقه و 23 ثانیه موقع دوم رو اشغال کرد. با محمدشاه اسرائیل زاده مدال برنجی مدال نقره تقدیم می شود. بر انوشیروان محمود باشد نشان طلا تقدیم می شود و بر نسیم جان علیف که از اساسیاسیون از پروران ناحیه رشت هنرنمایی میکرد از خواجگی دهقانی سید اکبر زینه سوم رو اشغال کرد با نتیجه 1 دقیقه و 27 ثانیه. با پایگاه سوم اسب‌های 3 ساله ذات تاجیکی توجه میکنیم. در پایگاه سوم همگی 7 اسب نامنویس شده است. با شماره 1 ارتیکا از خواجگی دهقانی میر ناحیه خوالنگ، با شماره 2 سکرتریات از شهر دوشنبه از رستم حسن زاده است. با شماره 3 باشد اسب با لقب بامداد از محمدی حکیموف از ناحیه فرخار است. با شماره 4 فلکمن اسب از فریدون از شهر دوشنبه است. با شماره 5 بران اسب از خواجگی دهقانی میری ناحیه خوالنگ است. به همین ترتیب پایگاه سوم هم قبول می شود. با شماره 6 پیوار از حاجی کامل از شهر دوشنبه است. با شماره 7 ریزو اسب از اساسیاسیون از پروران شهر خوجند است از قابل جان محمودوف و شکرالله خواجه علیف او را اداره میکند. به همین ترتیب قسمت نصف مسافه 1200 متر در حال پیمودن هست و همانطور که میدانیم اسب‌های ذات تاجیکی که همون سطح خونشون نسبت به
хуни аспҳои зоти англисӣ нисбатан поинтар аст. Аз ин рӯ эҳтимол меравад ки натиҷае ки онҳо нисбат ба аспҳои зоти англисӣ нишон медиҳанд нисбатан поинтар бошад. Ба ҳамин тартиб бо шумораи 2 ин секретариат аз Рустам Ҳасанзода ҳаст ки хеле моҳирона масофаи муайяншударо мепаймояд ва ба гирифтани мавқеи аввал шарафёб мешавад. Бо шумораи 3 асп бомдод аз Маҳмадӣ Ҳакимов аз ноҳияи Фархор ки ӯро Азамат Ҷумаев идора мекард, зинаи 2-ро ишғол кард. Чобуксаворон ҳам дар натиҷаи худи асп саҳим ҳастанд, яъне аз чобуксавории онҳо бастагӣ дорад ки чӣ гуна идора мекунанд. Бо шумораи 3 ҳамин бомдод ҳаст ки рӯи тасвири наздиктар мушоҳида мекунем ва ин ҳам секретариат ки мавқеи аввалро ишғол кард. Натиҷаи нишондодаи ӯ 1 дақиқаю 17 сонияро ташкил медиҳад. Бомдод бошад бо натиҷаи 1 дақиқаю 19 сония зинаи 2-ро ишғол кард ва асп бо лақаби Пайвор ки бо шумораи 6 ҳунарнамоӣ мекард дар инҷо, ӯ бо натиҷаи 1 дақиқаю 22 сония зинаи 3-ро ишғол кард. Ба ҳамин тартиб тӯҳфаҳои таъсис намуда ба ғолибон тақдим мешавад. ёдовар мешавам ки ҷои аввалро секретариат ишғол кард, оне ки аз сӯи Фирдавс Саломов идора мешуд. медали нуқра насиби бомдод шуд. Азамат Ҷумаев бомдодро идора мекард ва медали нуқра ба Азамат Ҷумаев тақдим шуд ва медали биринҷӣ бошад бар Баҳодур Алиев тақдим шуд. Ба ҳамин тартиб ин ҳам расми маросими тақдими ҷоизасупорӣ. ғолибон ҳам тӯҳфаҳоро гирифтанд ва мо ба пойгаи 4 меравем ки дар пойгаи 4 нез аспҳои зоти ахалтекинӣ рақобат мекунанд ва дар он ҷо 8 асп номнавис шудааст. дӯстони азиз, ва дар ин пойга аспҳои мумтоз ва шинохташуда ки дар рақобатҳои гузашта ин ҳам сарбаланд ҳаст аз Анушервони Рустам. На, ин алмос аст рӯи тасвир ки мебинем. шуморааш бо 1 қариб ки шабоҳат дорад, аммо сарбаланд аз Анушервони Рустам бо шумораи 1 рақобат мекунад. Бо шумораи 2 Фасон аз Маҳмадӣ Ҳакимов аз ноҳияи Фархор. Бо шумораи 3 асп бо тахаллуси Самарқанд аз Анушервони Рустам. Бо шумораи 5 Лизас аз Абдулло Алематов аз шаҳри Душанбе. Бо шумораи 6 Сармат аз Бадриддин аз шаҳри Душанбе аст. Бо шумораи 7 Алмос аз Қандил Раҳмонов аз ноҳияи Фархор аст. Бо шумораи 8 Рубин аз Ҷурабек Алиев ҳунарнамоӣ хоҳанд кард. ба ҳамин тартиб чобуксавороне ки дар инҷо ҳунарнамоӣ мекунанд: Фирдавс Саломов, Шӯҳрат Юсупов, Меҳроб Шамшеров, Азамат Ҷумаев, Хуршед Сатторов, Баҳодур Алиев, Қандил Раҳмонов ва Маҳмадалӣ Алиев. Ба ҳамин тартиб пойгаи 4 ҳам қабул мешавад. мо ҳунарнамои 8 аспро хоҳем дид. дар ҳамон лаҳзаҳои аввал рақобат миёни Фасон ва Сарбаланд ба мушоҳида мерасид, вале дар қисмати баъдӣ ки мушоҳида мекунем, ин Сарбаланд ҳаст ки фосилаи худ ва он аспе ки ӯро таъқиб мекунад хеле зиёд ҳаст. Ба ҳамин тартиб бо шояд тафовути зиёд ин ҷо Сарбаланд муваффақ шавад ва Самарқанд ӯро таъқиб мекунад, оне ки бо фосилаи нисбатан наздиктар бо Сарбаланд қарор дорад. Сарбаланд аспе ки он ҳам аз Анушервони Рустам ҳаст. 2 аспи Анушервони Рустам дар инҷо моҳирона ҳунарнамоӣ карданд ки ин Сарбаланд буд ки бо натиҷаи 1 дақиқаю 21 сония зинаи аввалро ишғол кард ва дар зинаи 2 бошад Самарқанд қарор мегирад ки натиҷаи нишондодаи ӯ 1 дақиқаю 28 сонияро ташкил медиҳад. як бори дигар бубинем чӣ гуна Сарбаланд моҳирона чобук саворӣ Фирдавс Саломов ба мавқеи аввал мерасад. Самарқанд бошад Меҳроб Шамшеров ӯро идора мекард. ба ҳамин тартиб зинаи 3 бошад насиби
قندیل رحمانوف شد که او الماس رو اداره میکرد. این هم سربلنده که بارها در این مسابقات خوش درخشیده است و به همین ترتیب زینه اول نصیب سربلند شد، زینه دوم به سمرقند متعلق شد، زینه سیوم به الماس از قندیل رحمانوف. اسب‌های ذاتی اخالتکینی یکی از اسب‌های واقعا بلند قیمت هستند در صحنه رقابت‌های جهانی. دوستداران و هواداران به تعبیر پیران کار هم با تبریک غالبان آمدند. اون موی سفیده که فردوس سلاموف رو تبریک میکرد واقعا سالیان سال است که در پایگاه اسب سواری اشتراک میکند و او هم یکی از شخصیت هایی که در رشد و تشکل ساحه اسب پروری سهم گذاشته است. به همین ترتیب غالبان پایگاه چهارم هم معین شدند. مدال و افتخارنامه ها از سوی دستاندرکاران مسابقات به غالبان تقدیم میشود. یادآور میشیم که مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه در برگزار نمودن این مسابقات سهم بسیار نظررس گذاشت. همچنین فدراسیون پایگاه و بزکشی جمهوری تاجیکستان هم برای در سطح بلند برگزار نمودن این مسابقات بسیار تشبث نشان داد و مسئولیت بیشتر داشت. با پایگاه پنجم می رویم دوستان عزیز، جایی که 8 اسب قرار است که هنرنمایی کند در مسافه 1200 متر و اسب‌های ذاتی آمیخته هستند که همکنون به تک و آغاز نزدیک میشند. یادآور میشم با شماره 1 زورق از مؤسسه دولتی نوروزگاه پیشنهاد شده است، با شماره 2 اربط نیز از نوروزگاه است، با شماره 3 ایپو از بکمراد اشان قلوف از شهر حصار هست، با شماره 4 باشد ایخا از مؤسسه دولتی نوروزگاه شهر دوشنبه، با شماره 5 رخش از امید نظروف از شهر دوشنبه، با شماره 6 نیز رخش. اینجا دو اسبی که با تخلص رخش هستند هنرنمایی میکنند، با شماره 7 زل زرد از ابراهیم عبدالکبیرزاده، با شماره 8 مگا از عبدالصمد احمدوف. با همین ترتیب این زورق از مؤسسه دولتی نوروزگاه است که ببینید چگونه یک پیشانه قشنگ دارد، با فاصله خیلی زیاد نسبت به دیگر اسب‌هایی که او را تعقیب می‌کردند به خط پایانی می‌رسد. به همین ترتیب این زورق بود که نخستین شده به خط پایانی رسید. نتیجه که او نشان داد 1 دقیقه و 23 ثانیه را تشکیل می‌دهد. با شماره 8 زال زرد از ناحیه فرخار از سوی ابراهیم عبدالکبیرزاده پیشنهاد شده بود که او زینه دوم را گرفت با نتایج 1 دقیقه و 31 ثانیه. با شماره 8 که مگا نام نویس شده بود از عبدالصمد احمدوف از ناحیه رشت، او زینه سیوم را اشغال کرد که نتیجه نشان داده او 1 دقیقه و 30 ثانیه را تشکیل می‌دهد. به همین ترتیب روی تصویر نزدیکتر اسب‌هایی که غالب شدند آنها را یک بار دیگر می‌بینیم و آنها برای گرفتن و سزاوار شدن تحفه‌های تأسیس نموده به جایگاه افتخاری می‌روند. این هم زال زرد هست، اونه که با شماره 7 هنرنمایی کرد از عبدالکبیرزاده ابراهیم از ناحیه فرخار و این باشد با تخلص مگا از عبدالصمد احمدوف بود. مخلصان و علاقمندان پایگاه اسب سواری در مؤسسه دولتی نوروزگاه شهر دوشنبه خیلی زیاد بود. به همین ترتیب اکنون رئیس کمیته کار با جوانان و ورزش شهر دوشنبه تحفه ها را تقدیم میکند به غالبان. یادآور میشیم که جای اول به شاهرخ یتیموف نصیب میشد که او زورق را اداره میکرد، جای دوم به خورشید ستاروف که مدال نقره گرفت و زال زرد را اداره میکرد و جای سیوم نصیب زال زرد شد، جای دوم نصیب مگا. به همین ترتیب دوستان عزیز به
در یک بار دیگر دوستان عزیز یادآور میشم که در پایگاه پنجم اسب از با تخلص مگا از اساسیاسیای اسپپروران ناحیه رشت پیشنهاد شده بود که زینه دوم رو گرفت و اساسیاسیای اسپپروران ناحیه رشت واقعا در رشد ساحه اسپپروری خیلی مسئولیت زیاد به خرج داده است و همچنین تشبث زیاد در رشد ساحه اسپپروری دارد. به همین ترتیب به پایگاه ششم توجه میکنیم، جایی که اسب‌های ذاتی آمیخته در مسافه 1200 متر هنرنمایی خواهند کرد با شماره 1 انرژتیک از ایرج گولوف از شهر دوشنبه هست، با شماره 2 کراسافچیک از جمشید گولوف از شهر دوشنبه، با شماره 3 اسب با لقب پریز از خواجگی دهقانی دشمندی ناحیه فیض‌آباد پیشنهاد شده است، با شماره 4 باشد اوله اسب تروخ از خواجگی دهقانی میری ناحیه خوالینگ، با شماره 5 گولنگ است که او هم از خواجگی دهقانی میر است، خورشید ستارف او را اداره میکند، با شماره 7 پرستو این هم آغاز رقابت، شماره 8 برق از بابی شاه نبی از شهر راغون است، قربان شاه نبی زاده او را اداره میکند، با شماره 9 باشد پریش از علیشیر جورابک الیف جورابک از ناحیه فیض‌آباد است، محمد علی الیف او را اداره میکند. به همین ترتیب دوستان عزیز این مسافت 2000 متر است دوستان عزیز. از این لحاظ آنها دو مراتبه از نزد بینندگان آنهایی که از نزدیک این رقابت ها را تماشا میکنند دو بار میگذرند این اسبان و شروع شوق آنها هم بلند می شود و این هم قسمت پایانی که در مسافه 2000 متر هست. الکی بیشتر از نصف مسافه را پیمودند. به نظر می رسد انرژتیک سابقه دار که یکی از گویم پیرترین اشتراکچیان در این رقابت ها است، هنوز از سالهای پیش هنرنمایی میکرد و انرژتیک بارها زینه اول رو اشغال کرده است، اما ببینیم این بار چی خواهد شد. پریز هم از خواجگی دهقانی دشمندی هست از ناحیه فیض‌آباد، یکی از مدعیان دیگر می باشد و ببینید در قسمت پایانی یعنی گردش آخر از طرف راست این پریز هست که تعقیب میکند و احتمال دارد که انرژتیک را گذرد، اما ببینیم چی اتفاق میافتد. انرژتیک با شماره 1 است، اونه که تعقیب میکند پریز است با شماره 3 و به همین ترتیب پریز در آخرین فرصت انرژتیک را میگذرد با فاصله خیلی کم 0.105 ثانیه تفاوت هست. به همین ترتیب دوستان عزیز گولنگ که با شماره 5 بود زینه سیوم رو اشغال میکند و ببینید یک رقابت بسیار نفسگیر و تنگاتنگ در رقابت پریز و انرژتیک بود. هر دو اسبان با هم خیلی شباهت داشتند و هر دو هم قبلا در یک خواجگی گویم پرورش یافتند. انرژتیک هم قبلا در خواجگی دهقانی دشمندی بود و پریز هم در خواجگی دهقانی دشمندی تربیت یافته است و به همین ترتیب شاید اینجا رقابت جوانی در برابر پیری بود. اینجا گویم قدرت و توان یا انرژی پریز زیادتر بود، از این رو نیروی جوانی در برابر تجربه غلبه کرد و خاطر رسان میشن که پریز با نتیجه 2 دقیقه و 22 ثانیه 2000 متر رو پیمود، زینه اول رو گرفت که مدال طلا با گردن دلیر سفرов آویخته میشد. جای دوم که نصیب انرژتیک شد حسن زاهدوف مدال نقره رو با گردن می آویزد و جای سوم باشد نصیب خورشید ستارف شد، او مدال برنجی رو از آن خود کرد و او گولنگ رو اداره میکرد. به همین ترتیب پایگاه ششم اسب‌های ذاتی آمیخته هم و پایان میرسد دوستان عزیز. دو پایگاه دیگر هم باقی مانده است که یک در میان اسب‌های 4 ساله ذاتی تاجیکی برگزار می شود و شاه جایزه که در میان اسب‌های ذاتی انگلیسی گذاشته شده است. بعد از یک پایگاه دیگر رقابت خواهند کرد. به همین ترتیب پایگاه هفتم اسب‌های 4 ساله ذاتی تاجیکی هنرنمایی میکنند و در این پایگاه
2000 متر مقرر شده است. 5 اسب نونویس شده بود بنابر سبب‌های شاید آسیب پذیری. بومر در این رقابت‌ها اشتراک نمی‌کند و 4 اسب دیگر هنرنمایی خواهند کرد. یادآور می‌شویم که رزگرام اسب شهزاد گلوف او را منوچهر شراف‌الدینوف اداره می‌کند و به همین ترتیب با شماره 2 ادمیرال هنرنمایی خواهد کرد که فردوس سلاموف چابک سوار است. با شماره 3 گلافکوم از خوجگی دهقانی میری ناحیه خوالینگ. با شماره 5 باشد تسلا از قندیل رحمانوف از ناحیه فیض‌آباد هست. به همین ترتیب دوستان عزیز پایگاه شروع می شود. اسب‌های 4 ساله عزت تاجیکی در حال هنرنمایی کردن هستند. مسافه 2000 متر هست و دوستان عزیز در این پایگاه می توان گفت که رزگرام هم مدعی هست، ادمیرال نیز، گلافکوم و همچنین تسلا. تسلا یکی از تمغه های واقعا بسیار با سرعتی ماشین هست که یکی از برندهای جهانی دارد، اما با تسلا این تخلص رو گذاشتند و ببینیم تسلا آیا همون سرعتی که به تخلصش هست لایق هست یا نه. به هر حال وقت نشان خواهد داد. تسلا از قندیل رحمانوف از ناحیه فیض‌آباد، قندیل رحمانوف او را اداره میکند، یعنی صاحب اسب خودی اداره کننده یا چابک سوار و مربی است. رزگرام فعلا پیشتاز است. این اسبی که پیشانش خیلی قشنگ است و با سرعت بلندتر در حال رسیدن به خط پایانی هست و بعد از او باشد ادمیرال هست که با فاصله نسبتاً شاید 20 متر باشد و این هم رزگرام که مسافه را نخستین شده پیمود. زینه دویم را ادمیرال اشغال میکند که او شماره 2 بود. شماره 3 باشد گلافکوم با زینه سیوم شرف یاب شد. با همین ترتیب دوستان عزیز 3 اسبی که با شماره های 1 و 2 و 3 بودند رمزان زینه های 1 و 2 و 3 را اشغال کردند. سردار ریاست کار با جوانان و ورزش شهر دوشنبه تحفه های تأسیس نموده مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه و فدراسیون پایگاه و بزکشی جمهوری تاجیکستان را به غالبان تقدیم میکند. یادآور میشیم که زینه یکم با نتیجه 2 دقیقه 16 ثانیه بر منوچهر شراف‌الدینوف نصیب شد که رزگرام را اداره میکرد. با شماره 2 ادمیرال بود که او را فردوس سلاموف اداره میکرد و او زینه دوم را اشغال کرد. خورشید ستاروف مدال برنجی و زینه سوم را اشغال کرد که از خوجگی دهقانی میری ناحیه خوالینگ هست و او گلافکوم رو اداره میکرد. با همین ترتیب دوستان عزیز به شاه جایزه می رویم، جایی که 7 اسب مبارزه میکنند برای به دست آوردن شاه جایزه و همون چابک سواران ممتاز در این رقابت ها هنرنمایی خواهند کرد. ببینید در مکان برگزاری مسابقات واقعا تعداد دوستداران و هواداران و علاقمندان رشته پایگاه اسب سواری که یکی از قدیمترین و سنتی ترین رقابت ها و یکی از مسابقات دوست داشتنی گذشتگان ما از باستان بود. 7 اسب پیشنهاد شده است. با شماره 1 شرق از انوشیروان رستم از شهر دوشنبه است که او را فردوس سلاموف چابک سواری میکند. با شماره 2 فلوارید از محمود از شهر دوشنبه است، منوچهر شراف‌الدینوف را اداره میکند. با شماره 3 قابل. به همین ترتیب پایگاه قبول میشود. شماره 4 ارامت است از محمدی حکیموف از شهر از ناحیه فرخار مزارت. با شماره 5 متیار از اعظم خان علیف از شهر خوجند. با شماره 6 دنبای اسب ترخ اون هم از عثمان خان علیف از شهر خوجند است که خود عثمان خان علیف را اداره میکند. با شماره 7 باشد ریکارد از سعیدزاد از سفربک سعیدزاد از شهر دوشنبه است، مهراب شمشیروف را اداره میکند. در حال قسمت نصف مسافه هستند. این اسب ها اکنون گردش اول رو میگردند و با قسمت بعدی می روند. 7 اسب برای شاه جایزه مبارزه میبرند. دوستان عزیز رقابت ها خیلی دیدنی تر و خیلی نزدیک به نظر می رسند، اما فاصله که شرق اسب انوشیروان رستم در حال گذاشتن هست ببینید چگونه با فاصله زیاد اینجا اسب‌هایی که از دنبال او هستند به صف پیش می‌براید.
اسب انوشیروان رستم شرق در حال رسیدن به خط پایانی یا به فینیش هست و این هم فردوس سلاموف که شاه جایزه را میگیرد با شرق خیلی شادی و سرور دارد و فلیوارید باشد اسب از محمود از شهر دوشنبه که او را منوچهر شراف‌الدین فیدو میکرد زینه دوم را اشغال میکند با نتیجه 2 دقیقه و 8 ثانیه و اسبی که با تخلص متئور بود از اعظمخان علیف از شهر خوجند زینه سیم را اشغال میکند. شکرالله خواجه عثمانوف او را اداره میکرد با نتیجه 2 دقیقه و 10 ثانیه به زینه سیم رسید. این هم شرق است، شرقی که امروز ممتاز بود نسبت به دیگر اسب ها، خیلی چابکانه هنرنمایی کرد. یک اسبی که واقعا بارز هست و اینجا هم در حال جلوه کردن هست و معاون یکم وزیر کشاورزی جمهوری تاجیکستان مظفر میرزازاده به غالبان تحفه ها را تقدیم میکند. تحفه های یادآور میشم که از سوی مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه تأسیس داده شدند. مکافات های پولی هم مدال و افتخارنامه ها تقدیم میشوند. یک بار دیگر یادآور میشم که شرق با نتیجه 2 دقیقه و 6 ثانیه زینه اول را اشغال کرد. فلیوارید با نتیجه 2 دقیقه و 8 ثانیه زینه دوم را اشغال کرد. متئور با نتیجه 2 دقیقه و 10 ثانیه زینه سوم را. با همین ترتیب دوستان عزیز گزارش ما هم از جریان رقابت پایگاه اسبدوانی برای دریافت جام رئیس شهر دوشنبه که بخشیده به تجلیل جشن بین‌المللی نوروز در سال 2022 از مؤسسه دولتی نوروزگاه شهر دوشنبه منظور شما شد به انجام میرسد. تا دیدار بعدی روز و روزگار بر همه شما خوش.